من توی آمریکا خیلی گشتم دنبال اون جایی که وسایل گیمینگ میفروشن. بعد چند تا جا پیدا کردم که اونا رو یه ویدیو جداگانه واسهتون درست میکنم. ولی امروز اومدم اون جایی که ملت گیم بازی میکنن که تو ایران بهش میگن گیم نت و اینجا بهش ظاهرا گیم نت نمیگن، میگن بهش اسپورتس ارینا. اینجا اومدم یکیشو توی آستین توی تگزاس پیدا کردم. بعد میخوام برم بهتون نشون بدم. نمیدونم سر صدا رو میشنوین یا نه. چه خبره تو؟ نرفتیم تا حالا کلا. میخوام برم ببینم که چیزای گیمینگشون چجوری هستش، واسهتون کلا ریکورد بکنم بهتون نشون بدم. نمیدونم چقدر طولانی میشه، چقدر کوتاه میشه. فقط عکساشو از توی گوگل دیدیم، آدرسش اونجا پیدا کردیم و امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرین. یادتون نره که فقط حتما سابسکرایب بکنین اگه تا الان نکردین. سوال چیزی هم داشتین توی بخش کامنت ها حتما درج بکنین، من در اولین فرصت جواب میدم بهتون. While we are kid friendly, like if somebody was to bring in, you know, have their child with them, they're more than welcome to be in here. We do have non-alcoholic drinks. It is definitely, you know, it's a restaurant and a bar before it's, you know, just games. Okay. What's that? I mean... اینا رو فقط مجانی الان میده. Thank you. Can you have this one? That one? Yes, sir. اینا رو مجانی امتحانی داده که ببینیم مزه‌هاش چجوری هستش که کدومشو بعد می‌خوایم امتحان بکنیم. موقع گیم زدن اینجا کلا بیا نوشیدنیات الکلی یا بدون الکلی بگیریم، بعد بشینیم بازی بکنیم مجانی، بعد از نوشیدنی هم لذت ببریم. So while it doesn't taste like it might be super strong, it has to swallow, especially if you have like more than one. This is where I come to pregame, to be honest, even if I did before I worked here. Do you want to keep it open or close it, sir? Keep it open. Yes, sir. You're I all want to go set. with something light. You want to go with something light? Yeah. This is definitely not light. I was going to say, that's definitely not light. Are you thinking beer or liquor? I'll go beer. A beer? Yeah. What kind is a good question. What do you normally drink? I'll go with Blue Moon, Corona. Corona? Yeah. You want it dressed or as is? Dressed salt and lime? Yeah. Gotcha. And then would you like it in a bottle or in a glass? It don't matter, to be honest. Some people are particular, it doesn't hurt to ask. Oh, thank you. Everybody has their own way. No harm in it. They're actually the only, at least that I know of, like bar type place that has like games. Other places that I'm thinking of are like pinballs, that kind of thing, that do arcade games, like retro, a lot of fun, but maybe not what you're looking for. خب این خانومه گفت که بقیه تایید کرد حرف منو که بقیه گیم نتا به خاطر کرونا ویروس تعطیل هستش. بعد اینا تنها گیمز EA اسپورت هستش که بازی‌ها رو می‌سازه. نمایندگیشون هستش که توی آستین. بعد داره اجازه گیم نت زدن اینجا. بعد هیچ دیگه اینجا اومدیم. بعد درینکمون رو گرفتیم، نوشیدنیمون رو گرفتیم، داریم بازی هم می‌کنیم. You can sit here. You want? For your camera? Oh, dude, I'm gonna move it here. Oh, okay. Yeah. بعد تنها نمایندگی بازم میگم یه اسپورت اینجا توی آستین. خب ببینیم گیم هاشون چجوری هستش. همه چی اینجا بعد هر بازی هر روز میان اینجا دستمال میکشن، تمیز میکنن. Play League of Legends. I'm gonna go Call of Duty, boy. Huh? Call of Duty. Okay. I'm gonna go League of Legends. And League of Legends میرم. بعد من میخوام اینجا برم Call of Duty. نه دوربین چجوری بذارن که ضبطم بکنه. همین خوبه. یه ذره. اکانتمون رو میتونیم اینجا پرسید که میتونم اکانت خودم رو لاگین بکنم اینجا. نه من دیگه چون به کامپیوترها نمیشناسم اکانتمو پسوردم اینجا استفاده نمیکنم. و نگاه کن اکانت بلیزارد اینا هستش، اگه تو سفر دیدین میتونید لاگین بکنین یا از اکانت خود اینجا استفاده بکنین. فقط اینکه نوشیدنی میخورین وقتتون بره. بعد نگاه کن چیا رو داره. وارزون داره. بعد اینو نخریدن هنوز. اینم نخریدن. Call of Duty Cold War هم دارن. Yes. Call of Duty Cold War دارن. بعد وارزون که دارن. بزنینم دیگه چیا دارن. Play دارن اینو. Play اینم هسته. همشو خریدن. Cry for Free نخریدن. Buy it now. Play اینو دارن. Overwatch اینم دارن. وارکرافت هم که دارن. حالا من میرم چیز Cold War.
خوبه دیگه، اینجور جای درست کردن که اگه زیر 18 باشی میای نوشیدنی بدون الکل میگیری، اگه بالای 18 سال باشی اینجا میای مشروباتتو میخوری. بعد همونجوری که ما توی لاس وگاس داریم جای مثلا کازینوها واسه گمبل کردن یا همون گمبل چیه؟ قمار کردن که ملت میرن مشروباشون رو میخورن و پشت دستگاه میشینن، اینا بزنم چیز بکنم، دستگاه میشینن بازی میکنن و قمار میکنن. اینجا هم درست سر کرد چون اینجا کازینو نداره، یه نمایندگیشو از اسپورت گرفتن و اینجوری بارم درست کردن. اینجا تنها به خاطر بار بودن تازه اوپن هستش و اینجا میتونین بازیتون رو بکنین، لذت ببرین و درینکاتون رو بخورین. نمیدونم چرا فقط آپشن زامبیش اینجا. خب ایشون اینجا کار میکرد، ازش پرسیدم که چرا فقط زامبی بازه. گفت واقعیتش به خاطر اینکه حجم توی کامپیوتر ذخیره بکنیم بعد چیزای پاپولار معروف رو باز کردیم که حجم کامپیوتر هم سیو بشه. بعد وارزون رو دارن الان با خود مودرن وارفیر کمپینش رو دارن با مولتیپلیرش با کوآپش و بعد وارزون و زامبی. من حالا میرم زامبی بعد ببینیم چی به چیه کی به کی اینجا. خوبه دیگه اینجا اومدیم داریم درینکمون هم میخوریم، جای همتون خالی بعد اینجا عالیه. چیرز یا همون به سلامتی. امروز ما راجع به تنها گیم نت باز آستین با این وضع کرونا چیز خاصی نبود، همینا که بود بهتون نشون دادم. شرمنده چیز خاصی نیستش. بعد امیدوارم از این ویدیو هم به لذتی برده باشین، ببینین داستان یک خلاصه یک گیم نت متفاوت دیدین دیگه و امیدوارم که لذت هم برده باشین. سابسکرایب یادتون نره، سوالی داشتین حتما تو بخش کامنت درج بکنین. این شما بازم یه دوربر نشون بدم همه‌شون کدن ایلین بعد نه از کل مغازه. تا ویدیو بعدی فعلا مواظب خودتون باشین. Thank you guys. Yeah, you guys have a great rest of your night. Thank you.